تولید پایدار به دنبال کاهش اثرات زیست محیطی، مصرف انرژی و منابع طبیعی در فرآیند تولیده. هدف حفظ تعادل میان رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و محیط زیسته. از صنایع استفاده کننده اون در زمینه خودروسازی به تسلا و تویوتا برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تولید، در زمینه الکترونیک مثل اپل استفاده از مواد بازیافتی در محصولات جدید و در زمینه فولاد مثل آرسلورمیتال بازیافت گرما و کاهش انتشار مونوکسید کربن میشه اشاره کرد. و از مزیت‌های اون کاهش آلایندگی و مصرف انرژی هستش، بهبود تصویر برند در ذهن مشتریان و انطباق با قوانین محیط زیستی جدید هستش.